50 سال پیش از این شیش خم جایی نبود. 1000 سال باز هسته بودم حسینی شاد سیاه بودم تو کوچه غربی شیش خم میکردم. اکبر خلخالی هستم. بزرگ شده تخت پولاد پشت کشاهد رسال الاصل. شاید که بودیم تو خیابون خورم حل حضرت خلخالی. انعاممون بیشتر از مزمون بود. این تلکتورا این چی داره شیشه مینداختیم و ولو سوسماری بودا شبلت بودا این موتور سه چرخا بود مسفاوا مزدا و اینا شیشه مسفاوا را میبریدیم آچکام کردیم مینداختیم رو کار برای اینا دونه 25 تومن نه 25,000 تومن 25 تومنی. انعاممون که میدادم 1-2 تومن بود 5 تومن بود با هم قسم کردیم. شب که میشد خوشحال بودیم راستیاتش سواری چرخ شدیم و میرفتیم برای تو زلفا. مادام بود بهش گفتن مادام بهش گفتیم یه لیوان سنشیکن چکا کن به ما بده و یه کاس لوبیا زیتون هم میریخت توش با خنده و اینا خوشش میمد که میگفتیم سنشیکن. بالا ستادون خواهی چکام کردیم میخوردیم و پاوره کاپ میزدیم و میرفتیم برای تخت پولاد. ننم خدایی آموز گفت پترش رو دور میاد گفتن من نمیرم دن پل خواهد یفته استراحتا بعدش هم میام کنه. گفت نکنه زن میخوای؟ گفتم نه زن نمیخوام که. گفت نه شبات دیر میاد یه حکمتی هست. گفتم نه بخواه زن نمیخوام خجالت بکشیدیم اینا. در خونه نشسته و سرمونو گرفته و این به اونو گفت که چرا سکر حالا دسته به هم میکنم برای چی نه تو زن میخوای؟ یا خلاصه چیکار کردیم گفته گروه اینا شدن اومدیم رفتیم برای دختر خالمون تلاره رفتیم سرم تو تلا فروشه تلا کردیم مسکلی 40 تومنی. این هم قصی برای این جایونه که الان میخوان زن بسوننده اینا خدا به دادشون برسید فقط خدایا کمکشون کنید جایونه فقط خدا راست کمکشون کننده اینا زمین ها باید برن برای ورزش ها آرامش داشته باشند. این آب و هوا و این دود و دمه و این سکه تو شاید رو دبی تو شده خدا بکنی. میرفتیم زورخونه آهن تو مطلب بود پله میخواد توی کوچه بود بستن بود باری که بود میرفتیم پله میخواد میرفتیم کشتیم اپلش. بعدش هم زورخونه که الان یه عرصه هست مدرسه الارض است کشتی تا چیه شاهده اینجا یه آدم بار بود آبم داره بردش و چاقل هست چکا کرد چون زوغی برزش داشتیم و اینا هم فوتبال میکردیم هم کشتی میرفتیم همین هم چی باستانی اومدیم ما در این 100 سال اینا چکا کردیم این زورخونه را درست کردیم میرفتیم نارم از اونا بیشتر یا سهر یا تو خود زورخونه ما به چابور هم میشسته بود یه قدر علاقه داشتیم به برزش اینا حضرت که چرا رود نیمدش از لبو برد بار روزه ما گفتیم خدایا ما میخوام بار لبو برد بزنیم اینا یا هم که زور خونه کسی دیگه نبوده اینا با یه دوستا به ساحل لبو برد چکار میکردیم تنبیه میکردیم گفتیم اگه بچه ها باشن بینن یا هم پیشن یه کاری بخوایم بکنیم یا هم چوت نشیم خلاصه از اینجا چکار میکردیم بارو میزدیم تا یاد گرفتیم از لبه بود یا خلاصه بارو میزدیم و میمدیم کپی بود. انشاءالله بچه این دوره همهشون ورزش کار باشند دنبالی بو بدن و نباشند و خدا کمکشون کنه که زن زندگی با این بعضی حالا که نمیتونن زن بسا ازش خونه و زندگی اینا زندگی تشکیل بدن. بله